زلزله روز قیامت به دست کیست؟ آخوند ضیاءالدین باور شیعه را در مورد روز قیامت این چنین بیان می کند: زلزله روز قیامت به دست مهدی است و به امر او برپا خواهد شد. مشار إليه بلفظ الساعة في القرآن، فزلزلة الساعة هي تكون بأمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو ابنه رجل مني، المقصود به الإمام المهدي صلوات الله وسلامه، ولا فرق بين أمير المؤمنين وولده الإمام المهدي، فكلهم نور واحد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. این است عقیده آخوندان رافضی در مورد قیامت. اما ببینیم قرآن کریم در این مورد چی می‌فرماید. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای محمد، تو را از قیامت میپرسند که چه زمانی رخ میدهد. بگو آگاهی از آن تنها نزد پروردگارم است و کسی جز او نمیتواند آن را در وقتش پدیدار سازد. این حادثه بر آسمان ها و زمین دشوار است، ناگهان به سراغتان می آید. باز از تو میپرسند انگار تو از آن آگاه هستی. بگو اطلاع از آن خاص الله است، ولی بیشتر مردم نمیدانند. و حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از وقت آن آگاهی ندارند. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. درباره قیامت از تو میپرسند که چه زمانی واقع می شود. تو را چه خبر از آن؟ آگاهی از زمان وقوع قیامت با پروردگار است. تو تنها بیم دهنده کسی هستی که از آن می ترسد. و الله متعال در آیه دیگری می فرماید: إن الله عنده علم الساعة. براستی تنها الله می داند که چه زمان قیامت فرا می رسد. و می فرماید: إليه يرد علم الساعة. آگاهی از وقوع قیامت به الله باز می گردد. و می فرماید: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بیگمان قیامت آمدنی است، نزدیک است آن را از خود نیز پنهان دارم تا هر کس برابر تلاش و کوشش خود جزا و سزا داده شود.